غمگینانه ترین و تلخ ترین اتفاقی که توی اتاق درمان با زوجینی که داشتم میفته اینه که یه زوجی میان و که 7-8 سال ازدواج کردن، اما احساس میکنن به بنبست رسیدن و دیگه حرف همدیگر نمیفهمن، حالشون بده و از عشقی که بینشون بود میگن، از رابطه‌ای که داشتن، از اتفاقات خوشی که رقم خورد. اما براشون سواله که چرا الان نمیتونن چالشاشون رو حل کنن، چرا احساس میکنن به بنبست رسیدن و این مشکل چرا انقدر بزرگ شده. برای داشتن یه رابطه پایدار هیچ وقت دوست داشتن و عشق کافی نبوده و نیست. اگر میخوای رابطت خوب، با انرژی مثبت و پایدار باشه، باید حواستون باشه که اتفاقات روزمره درگیرتون نکنه. از قرارهای 2 نفرتون نزنید. سعی کنید هر چند وقت یه بار با همدیگه صحبت بکنید. در مورد اتفاقاتی که در طول زندگیتون افتاده، با چالش‌هایی که مواجه شدید، در مورد دلخوری هاتون از هم صحبت بکنید. خشم منفعل نداشته باشید. سعی نکنید که سکوت کنید و حرف نزنید. حرفتون رو بزنید، ناراحتیتون رو بیان کنید و در جهت رشد همدیگه به هم کمک کنید و با هم قدم بردارید.